بسم الله الرحمن الرحیم. The Blood Circulation System. قلب یک پمپ عضلاتی است که جهت رساندن خون به تمام انساج و حد اعضای بدن کمک می کند. قلب دو قسمت دارد، قسمت راست و همچنان قسمت چپ. قسمت راست قلب خون ناصاف را از قلب ریه‌ها انتقال می کند تا خون کربن دی اکساید را به ریه‌ها انتقال کند و در آنجا تصفیه شود و همچنان قسمت قلب چپ خون صاف را از قلب به تمام بدن پمپ می کند. پس مکانیزم این که خون چگونه از قسمت های اپر لیمب و لور لیمب به قلب میاد آنها را تشریح میکنم. در قدم نخست خون وردی که از نیمه گردن و همچنان از نیمه سر به یک وردی به نام internal jugular راست طوری که شما در تصویر میبینید به این ورد میاد و همچنان خون طرف چپ اپر لیمب به یک وردی به نام سابکلاوین وین میآید که این دو ورد خون ناصاف قسمت علوی طرف راست را به یک ورد بزرگتر از خود به نام برخیوسفالیک راست انتقال می دهد و همچنان قسمت چپ هم همین قسمی است که خون طرف چپ نیمه سر و نیمه گردن به یک وردی که به نام انترنال جوگولر چپ هست و همچنان خون طرف چپ اپر لیمب به یک وردی به نام سابکلاوین وین لفت انتقال می کند. این دو ورد ها با همدیگر یک جا می شود و یک برخیوسفالیک لفت را می سازد. دو ورد برخیوسفالیک رایت اند لفت یک ورد بزرگتر از خود می سازد که به نام سوپریور وین کاوا هست و همچنان خون وردی اطراف جدار صدری به یک ورد دیگر به نام ازاگوس وین تخلیه می شود. طوری که شما در ویدیو می بینید ازاگوس وین خون ناصاف را به سوپریور وین کاوا تخلیه می کند که از آن قسمت به اوزین راست قلب یا رایت اتریوم تخلیه می شود. خون قسمت های سفلی بدن یا لور لیمب هم از دو ورد اکسترنال ایلیاک راست و چپ به کامن ایلیاک اکسترنال ایلیاک راست و چپ به کامن ایلیاک راست و چپ می ریزد و از آنجا به انفیریور وینا کاوا که در رایت اتریوم تخلیه می شود می ریزد. این خون ناصاف یا خونی که حاوی کربن دی اکساید بود به اوزین راست قلب می رود. بعد از اوزین راست به بطین راست می رود. از بطین راست به پولمونری ترنک باز به دو شاخه تقسیم می شود. رایت پولمونری ارتری برای راست و لفت پولمونری ارتری برای چپ تخلیه می شود که خون ناصاف را برای ها می برد تا در آنجا تصفیه شود. خون تصفیه شد. بعد از آن خون برای اولین بار به اوزین چپ می رود. زمانی که به اوزین چپ رفت از اوزین چپ به بطین چپ می رود و از بطین چپ با یک پمپ بسیار قوی به تمام بدن انسان پمپ می شود خون صاف. پس جریان مکانیزم این که چگونه خون صاف به بدن پمپ می شود را مطالعه می کنیم. در قدم نخست خون صاف به ابهر ساعده یا ابهر سعودی می رود. از ابهر سعودی به قوس ابهر می رود و از قوس ابهر به تمام بدن انسان پمپ می شود. امتداد یافته قوس ابهر عبارت از ابهل نازله و یا توراسیک ارتری هست که خون را به جدارهای صدری و قسمت لور لیمب اروا می کند و همچنان قوس ابهر از خود سه شعبه می دهد. شعبه اول عبارت از بزرگترین شعبه هست که باز از خود دو شعبه دارد. شعبه اولی عبارت از رایت کامن کاروتید ارتری هست که نیمه چپ سر و نیمه راست سر و گردن اروا می کند و همچنان سابکلاوین ارتری هست که نیمه راست اپر لیمب قسمت علوی را اروا می کند و همچنان شعبه دومی که از قوس ابهر مستقیما منشأ می گیرد لفت کامن کاروتید ارتری هست که قسمت چپ سر و گردن را اروا می کند. شعبه سومی که از قوس ابهر یا اورتا ارک منشأ می گیرد عبارت از لفت کامن کاروتید ارتری هست که لفت سابکلاوین ارتری هست که این شریان باز قسمت چپ اپر لیمب را اروا می کند. پمپ قلب را نشان می دهد که بالای دیافراگم قلب اتکا کرده است. خون از تمام قسمت بدن به رایت اتریوم، از رایت اتریوم به قسمت رایت ونتریکل میاد. بعد از آن به ریه ها می رود تا در آنجا تصفیه شود. بعد از آن به قسمت
اوزین چپ می رود، از اوزین چپ به بطن چپ و از بطن چپ به یک پمپ بسیار قوی به تمام انساج بدن قلب خون را پمپ می کند. طوری که شما در این ویدیو را می بینید.